یعنی خانواده مادرش ما رو بیچاره کردن، خورد و خوراک، قبض آب و برق. خونهشون هم شهرک غرب، وضعشون خوبه. شهرک غرب چه منطقه‌ای بود؟ منطقه 2. بذار برقشون قطع باشه، پول قبضشون من دارم میدم. یه چسب اینجا رو منطقه 2 بزن، فعلا قطع باشه، هیچکی بالا پایین نکنه. دکتر پشتنگ عزیز، حلقتون قطع شده؟ آها شما منطقه 2اید؟ آها الان ببخشید الان من 2 چون من مادر شوهرم بود قطع شده. عذرخواهی میکنم آقای پشتنگ. آره عشقم، خونه مالنا کوثر دعوتید امشب؟ دعوت نکرده منو. نه مهم نیست، خب این همه دعوت کرده هم دعوت نکنه. خونهشون همون شریعتیه دیگه، منطقه 3 تا 3 یا 7. آره نه بابا اصلا چیزی نگو بهش، قربونت برم. خدا حالا کوثر چطوری؟ خوبی؟ امشب میخوای من بیام خونه؟ ببین به خدا وقتم پر عزیزم. باشه خونتون چه منطقه‌ای بود؟ 3. آها خیلی خوب پس عشقم، خیلی مراقب. برقاتون اومد عزیزم، خدا رو شکر. سلام بر ملکه کاشت ایران، چطوری عشقم؟ آره واسه ابروام میخواستم بیام. فقط ببین جراحی بخیه هیچی نداره دیگه، 50% هم تخفیف. عشق منی. الان وقت داری من میام؟ فرق نداری؟ چرا منطقه چند بودید؟ خیلی خوب میاد دیگه. اومد؟ آها خدا رو شکر. پس من میامشم قربونه.